فرمودن یا جناده استعد لسفرک و حصل ذلک قبل حلول اجلک. 2 تا موعظه خوبی کردن. فرمودن جناده خودت آماده سفر آخرت کن. کدوم آماده؟ مالمون رو حلال کردیم، کفنمون رو خریدیم، قبرمون هم خریدیم، حاضره، با کسی حسابی نداریم، همه از ما راضی هم، حق و ناس بده کار نیستیم به کسی. نمیدونم، خودت آماده کن. حالا یه مسافرت میخواد بره، از چند روز قبل چمدونشو میبنده، عیالش میگه حوله بذار، پیرن بذار، مکه میخوام برم، خود خاکشیر بذار، خود آلو بذار، اون قرصای سرماخوردگی منم بذار. یه ماه جلوتر تهیه میبینه که میخواد یه سفر یه ماهه بره مکه و بیاد. ما یه سفری در پیش داریم که دیگه برگشتن نداره دیگه. خودمون آماده کنیم، بدهکاری داریم بدیم، کسی از ما ناراضیه راضیش کنیم، مالمون حروم حلال کنیم، غیبت از کسی کردیم حلال بودن بطلبیم، چمدون آخرت رو ببندیم. اگر وضع مالیمون خوبه خودمون ثلثمون رو بدیم. کن وصی نفسک. نهج البلاغه داره مولا فرمودن امیر حسین وصی خودت باش.